سلام خدمت همراهان همیشگی شرکت رکسانا. مراحل راه اندازی دستگاه کرایوکس. کابل پاور را در نگهدارنده‌ای که در پشت دستگاه تعبیه شده است قرار دهید. سپس سوکت پاور را به جک پاور و دو شاخه را به پریز محافظ برق دستگاه پزشکی متصل کنید. بعد از اتمام این مراحل توجه داشته باشید که دستگاه به مدت 2 تا 3 ساعت در یک محل ثابت باشد، به این دلیل که کمپرسور آن در شرایط استیبل قرار گیرد و آماده راه اندازی شود. مطابق تصویر شلنگ خروجی هوا را به دستگاه وصل کنید و توجه داشته باشید که تحت فشار نباشد. شلنگ خروجی آب که در پشت دستگاه قرار دارد را در ظرف مناسب قرار داده تا هنگام کار با دستگاه آب وارد آن شود. توجه کنید که ظرف مورد نظر دارای خروجی هوا باشد. مراحل روشن کردن دستگاه کرایوکس و اتصال آن به تئوری. مطابق تصویر کابل رابط بین کرایوکس و تئوری را وصل کنید. فیوز پشت دستگاه را در حالت بالا قرار دهید تا دستگاه روشن شود. ترموستات تعبیه شده در پشت دستگاه جهت نمایش دمای باد خروجی می باشد. فیوز پشت دستگاه را در حالت بالا قرار دهید تا دستگاه روشن شود. کلید امرجنسی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در حالت بالا قرار گیرد و چراغ کمپرسور در این حالت باید روشن باشد. پس از روشن شدن تئوری و ردی کردن آن باید چراغ ایر پمپ روشن شود و باد خروجی از شلنگ هوا قابل لمس باشد. بعد از اتمام کار با دستگاه لیزر به مدت 5 دقیقه امرجنسی دستگاه کرایوکس را در حالت پایین قرار دهید. توجه داشته باشید در این حالت دستگاه تئوری باید ردی باشد. نکته مهم: توجه داشته باشید قبل از شروع کار و فعالیت روزانه با دستگاه کرایوکس ابتدا امرجنسی آن را در حالت پایین قرار داده، سپس دستگاه تئوری را ردی کرده و اجازه دهید سیستم به مدت 10 دقیقه روشن باشد. در این بازه از دستگاه تئوری و کرایوکس استفاده نفرمایید. رعایت این نکته به بهبود عملکرد سیستم و طول عمر آن کمک شایانی می کند. با تشکر از همراهی شما.